بر اثر ترکیش در شهر جنوبی کراچی پاکستان 2 افسر پلیس به هلاکت رسیده، 14 کس دیگر مجروح شدند. به قبل منصبداران مواد ترکنده در داخل یک موتورسیکل پنهان بوده، اثنای حرکت اتوبوس افسران پلیس از دور فعال گردانیده شد. مسئولیت ترکیش را طالبان پاکستان بر عهده گرفتند. در یمن ساکنان مناطق شمالی پایتخت کشور شهر صنعا در نزد پایگاه هوایی دیلمی جمع شدند تا خسارات از عملیات شب پنجشنبه را ارزیابی کنند. تا حال دقیق نشده است که پایگاه هوایی را توپخانه تخریب نموده است و یا هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی. تیرباران پایگاه از زمین و هوا شب 25 مارس آغاز یافته بود و هدف از آن نیروهای شیعه های حوثی بودند که نظارت پایتخت یمن را به دست خود گرفتند. پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف معرکه پیش از انتخاباتیش را از شهر جنوبی شیمکنت شروع کرد. او یکی از 3 نامزد رسما ثبت نام شده در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت قزاقستان است که در تاریخ 26 اپریل دایر خواهد شد. نظربایف سر از سال 1989 رهبری قزاقستان را بر دوش دارد. بعضی اشتراکچیان گردهمایی طرفداران نظربایف ابراز داشتند که آنها زیر فشار رهبران کارخانه‌هایشان به این جمع آمد آمده اند و مسئولان به آنها تهدید کردند که اگر در جمع آمد اشتراک نکنند از کار اخراج خواهند شد. ساکنان شهر کراسنودار روسیه در روی یک پل لوحه بزرگی آویختند که در آن عکس سیاستمدار بوریس نمتسوف و شعار قهرمانان نمیمیرند نوشته شده بود. پلیس پل را احاطه نموده سعی کرد یکی از اشتراکچیان این چاره‌بینی را به حبس گیرد، ولی او از جای حادثه فرار کرد. نمتسوف 27 فوریه در مرکز مسکو به قتل رسیده است.